قشلاق لالزار چی جایی خوب است. انا شب باده فارم میوزد، به دماغ کس بوی خوشگل و فرح بهار را میرساند. از کنار راه شلدر شلدر آب جو به گوش میرسد. برگانی تر و تازه درختان شبر شبر کنان به هم دیگر افسانه میگویند. از پسی کوهی بلند ماه برآمده نور طلایی میپاشد. چطور نغز، چطور فارم است این، اما نه برای زینب. دخترک به تنی هجوم کلانی که در آن قریب شاخ و بر پهن کرده بود تکیه نمود. از چشمانش اشک میباریدند، دستانش هم میلرزیدند. و تو چی شد زینب؟ آخر همین حاضره که تو میخندیدی، خود را توانا و پرزور حس میکردی، مختار از خود دور کردی. حالا با کجا میروی؟ خانه تو کجاست؟ همدم تو کیست؟ احوالت پس از این چی میشود؟ زینب اولین بار در عمر خود اندیشه کرده دانست که در حقیقت میترسد، از حیات میترسد، وی از تنها ماندن خودش میترسد. زیرا که اگر کسی از دست او داشته به حیات قدم نزند، خودش هیچگاه جرأت کرده به پیش قدم مانده نمیتواند. مختار بگو که تو کیستی؟ برای من همه و هر چیزی و این را خودت میدانی. من به تو زندگی ندارم. اما کسی او را از غرق خیال بیدار کرد. این انور بود که از مجلس پرتگوی می آمد. زینب خان شمایید؟ چی شد که در این بیوقتی شب در اینجا؟ زینب ناخواست یک قد پرید و ولی در حال تبسم کرده گفت همین خیلی شبها را دوست میدارم. بهار، مهتاب. براستی که شما هم اما من گمان داشتم که فقط من دوست میدارم. من کمتر سیر کنم گفتم، مگر به این حق ندارم؟ واقعا رفیق کبیره، آخر من تابع شما هستم. شما در منصب از من بالاتر میستید. فرمایید هر چی که میخواهید. نباشد فرمان همین. بیایید رویم سیر کنیم. آنها روان شدند. در این کار هیچ جای طعنه‌ای نبود. دو کس از هوای صاف بیغبار کوهسار نفس گرفته آزادانه قدم زنان می روند. شبهه نیست که بیوفایی گناه است، اما عاشق شدن چی؟ به کسی دل دادن چی؟ این هم گناه است مگر؟ آنها در آغوش این طبیعت زیبا در نزد آبشار روبروی همدیگر به بالای سنگی نشستند. اکنور، شما چطور آدمی نغز؟ من آدمی نغز؟ بله شما نغز، معلمی نغز. اولین بار در عمر خود من دیدم که معلم درباره ادبیات همین طور با حسیات چقور، همین طور با هیجان و شوق حکایه کند. انور به سوی او با چشمان مهرانگیز و با دقت نگاه می‌کرد. شما احتمال بر وقت خواب میکنید، همین طور نه؟ من آمدم و ترتیب زندگانی عائلوی شما را ویران کرده. نه، سرای خان به تشویش میافتادگیه. سریا تشویش نمی کشد. شبها سیر کرده گشتنی مرا میداند. من اصلا در قشلاق، در همین طور قشلاق کوهی زایده شده کلان شده، لیکن در آنجا دریا نبود. چشم سارها و جایهای شوخ کوهی بودند و من در آغوش آن قشلاق جنت مانند آزاد، بی غم، بی تشویش بازی شوخی کنان کلان شدم. لیکن افسوس، سری کوهی بلند بود خانه ایمون، فلک تیری زده
بر شانه مو. فلک تیری زده تیکون نداره، به حسرت پر شده پیمانه مو. شما شاعره ها بارید. به راستی شاید شعر هم میگویید؟ نه، من شاعره نیستم. من دل شکسته هستم. دل شکسته که شد همین طور. شما در دلتان درد دارید مگر؟ انور همدردانه دلسوزانه این را پرسید. دل وی مفتون زیبایی، جوانی و نازکی زینب بود. نخواد که من دل داده باشم، به این دختر عاشق شده باشم. از دل گذرانید انور. وی درباره عشق و محبت فکر میکرد. در عشق و محبت تصادف رول کلان میبازد. کس ناخواست تصادفاً وا میخورد، تصادفاً هم گپ میشود، تصادفاً به بند عشق گرفتار میشود. آدمانی بی‌درد هستند که این را رد میکنند. انور به سخن دوام کرد. پس شما دل شکسته دردناک هستید. اینه، من درباره گذشته به شما گپ زدم، اما حاضر دیده ایستادید. من میخندم. هرگیز لب اهل درد خندان نبود، جز گریه نصیب دردمندان نبود. درافکنم آن دیده که گریان نبود، بیزارم از آن سر که پریشان نبود. فهمیدید؟ نه، نفهمیدم. شما درباره چی؟ زینب تبسمی کرد و بر روبای خانه خود دوام نمود. کو دوست که قدر یار همدم داند، کو سوخت دلی که لذت غم داند. آدم زی کجاست، خاک آدم زی کجاست، آدم باشد که قدر آدم داند. این را چی؟ این را فهمیدم. به قدر من نرسیدند. مهتاب شب است و من به صحرا هر شب، دودی دل من چو موج دریا هر شب. تو بر سری دولتی و کارت بر رواج، من منتظر و غریب و تنها هر شب. روی انور از خجالت سرخ شده رفت. نخواست که این دختر به وی عشق اعلام میکند. وی از جا برخاست و شوخی آمیز تبسم کنان گفت: خروس‌ها بار دویم جیغ میزنند وقتی خواب شد. هوای صاف و گشاد هر چقدر خوب باشد هم، شعر و شاعری هر چقدر دلکش باشد هم، ما باید پگاه را فراموش نکنیم. آنها خاموشانه به خانه می رفتند. در قریبی راه کلان حادثه شد که به تقدیر آنها دخل کلانی داشت. در پس درخت کسی روز شده ایستاده بود. آن شخص مختار بود. وی آنها را تعقیب میکرد. معلوم که رشک میکند. رشک بی محبت نمی شود. اینک مختار نیم مست و نیم هوشیار به خانه انور ناتاخت. دری بسته آنها را سخت تق تق کرد. در را خودی ثریا گشاد. مرحمت، درآیید. من میدانید من خوش چه واقعه روی داد؟ میبخشید ثریا خان، از گناه من گذرید. من میخواستم گویم که در آنجا هستید که انور کام در کجا؟ در کجا بودن او را شما باید دانید. وی به مجلس پرتیوی رفته بود کو؟ مجلس پرتیوی 1.5 ساعت پیشتر تمام شده بود کو. نباشد کارش برآمده ماندگی است. وی اعضای بیورا. اعضای بیورا، کمونیستی حقیقی و شوهری با وفا انور سلیموف. خوب، میلش نباشد مهمان شما در کجا؟
وی هم به مجلس پرچوی رفته بود. سریا خان، بیدرک تشویش نکشید. در اینجا یک درجه خودی من گناهکار هستم. بیدرک به خانه شما این زاچه فرنگ را آورده ماندم. مختار یک بار از دست سریا گرفت. بیایید رویم. من خودم به شما نشان میدم که آنها در کدام مجلسی پارچی است. سریا با نفرت دست او را از دست خود جدا کرده گفت: روید از اینجا، دفع شوید. خان، دوی دوباره به خانه ما پای و قدم شوم خود را نمانید. مختار اگر می توانست همان دم سریا را خام می خورد. در عالم از وی بدتر دشمنی ندارد. وی با سری خم شرمسار و شرمنده بیرون برآمده غایب شد. سریا به سر استال کار آمده نشست. یک دست دفتری طلبه ها را دیده برآمدن وی لازم بود، اما سریا کار کرده نمی توانست. وی فکر و خیال کردن گرفت. نخواد که مختار در حقیقت راست میگفته باشد. نخواد که انور عهد و وفا را فراموش کرد. نخواد که با مقصدهای بد و افلاس با دختری جوان سیر کرده میگردد. نه، این ممکن نه، امکان ندارد. انور دل نرم، دل پر از مهر و محبت دارد. دروغ میگوید این مختار سیاه دل. حیات آسوده ما را ویران کردنی، کام شیرین ما را تلخ کردنی. سریا بر روی حولی برآمد. وی به راه رو به پس دروازه رفته بود که آواز زنی به گوشش رسید. در همین دم دروازه از بیرون گشاده شد و به حولی زینب و از پس وی انور در آمدند. در نیم تاریک ایستادن کسی را دیده زینب یک قد پرید و ایستاده ماند. انور زود آواز برآورد و پرسید: کی وی؟ سریا؟ در اینجا چی میکنی؟ من نترسیتون، از دروازه خبر گیرم گفته برآمده بودم. وای، من از زهر کف کردید. در تاریکی کی با آمدن ما منتظر شده ایستاده باشد گفته ترسیدم. بغیر از من به شما باز کی منتظر میشد؟ کنی بیایتون، مرحمت، چای تیار. رحمت اپا جان، اگر اجازت دهید من کمتر کار کرده بعد خواب کنم. خیر، اختیارتان. زینب به خانه طرف چپ گذشت. زن و شو به خانه طرف راست در آمدند. برای چی در تگ دروازه پایده ایستادی؟ این چی هنری نو؟ من پایده نایستادم. با تو چی شد؟ رنگت پریدگی، دستانت میلرزند، یا که از دغلی من رنجیدی؟ اگر رنجیده باشی مرا ببخش. نه، چرا از شما رنجم؟ بیدرک دل تنگ کردم و خواطر کشیده بیرون برآمدم و باعث خفگی شما، ترس و هراس مهمانمان شدم. شما مرا ببخشید. وی زنش را در آغوش کنان با شوخی هزل گفت: معلوم که رشک تو زیاد بوده است. حتی با یک زنی بیگانه همراه آمدنی مرا دیده احوالت دیگر شد. چی من رشک کردم؟ اکنون من و شما از آن دوره برآمدیم. شما چال، من کمپیر. نه شما به دخترها در کار و نه من به یگان مرد. نه اینطور نگوی. تو کمپیر باشی هم من هنوز پیر نشدم. دخترها به من نگاه کنن دلشان گم بزنن. به شما نگاه کرده جوانی محلقا. آنها از تحت دل خرمانه می خندیدند. آواز خنده زن و شو را شنیده از خانه دیگر زینب آمد و تق تق زده به آنجا در آمد. خنده شما رو شنیده آمدم. چی شد؟ همین کس ده یک گپ ها میزنند که کس از خنده ضعف میکند. لیکن انور نمی خندید. وی گاه به سریا و گاه به روی زینب نگاه کرده به فکر و اندیشه مانده بود. وی آنها را با یکدیگر مقایسه می کرد. سیمای یکی را تیرگون، خسته، پژمرده و نامهربان می دید، اما دیگری به وی
شکوفان، خندان و الهام بخش نمود. دل او را حسن و لطافت جوانی فریفته بود. وی محو شده بود. روح وی، خیال وی در نزد زینب بود. با وی همان صحبتی را که در سر آبشار سر کرده بودند دوام میداد. زینب به خانه خود رفت. ثریا لباسهایش را کشیده در تردد خواب بود. انور به سر استال نشسته سرش را به بین هر دو دستش گرفت. چی؟ سرتان درد میکند؟ سخت درد کرده ایستاده است. خیر میلش، باقی نی. زیاد می شود. خواب کن، به من کارت نباشد. من باز اندک کار میکنم. انور از جا برخاست و چراغ آویزان را خاموش کرد و بازگشته به سر استال کار نشست. وی کوشش میکرد که احساسات خود را با شعر بیان کند. وی شعر می نوشت. سطرهای بسیاری از نوک قلم وی می برآمدند، ولی باز همان دم پاره کرده می پرتافت. معلوم شد که شعر گفتن هنری وی نبود. بی اختیار کلیات حافظ را به دست گرفت. چشمش را پوشیده کتاب را گشاد. فالش به خیر آمد. گویا که حافظ حالت انور را، احساسات او را دیده و دانسته این شعر را نوشته است. بیبرد از من قرار و طاقت و هوش، بوتی سنگین دل و سیمین بناهوش، نگار چابک شوخ پریوش، حریفی مهوشی ترکی قباپوش، زتابی آتشی سودای عشقش، فسانی دیگ دایی میزنم جوش، چو پیراهن شوم آسوده خاطر، گرش همچون قبا گیرم در آغوش، اگر پوسیده گردد استخوانم، نگردد مهرش از جانم فراموش، دل و دینم برد است، برو دوشش برو دوشش برو دوش، دوایی توست حافظ، لبی نوشش لبی نوشش لبی نوش. انور شعر حافظ را خوشرو و زیبا رونویس کرد. در مقطع شعر به جای نام حافظ نام خودش را گذاشته این طور نوشت: دوایی توست انور، لبی نوشش لبی نوشش لبی نوش. پس کاغذ را لنده کرد و بر روی حولی برآمد. چشم روز روشن شده ایستاده بود. وی به سوی تریزه خانه زینب رفت. زینب در پیش تریزه سر خود را بر روی دستش گذاشته نشسته بود. مویهای او را نسیمی سحری پریشان می کرد. زینب جان. وی حرکتی نکرد. انور به گوشه که او پیچ راز زنان زینب گفت و کاغذ شعر نوشته خود را زود به کف دستش نهاد. ولی زینب بیدار نشد. در اینجا انور صبر و طاقت و خوددار را فراموش کرد و سری او را به دست گرفت. از پیشانه، رخسار، چشمان پوشیده و لبان او بوسیدن گرفت. این چی گپ؟ وی کیست؟ مرا این طور زینب با آواز پس فریادی کرد. با چشمانی پر از دهشت به انور نگاهی کرد و خود را به قفا کشید. شبهای بهار چقدر کوتاهند. اولی روز انور در مکتب، ثریا هم به کار رفت و غنی جان را با خود گرفته بود. زینب بر روی جاگه یازیده چندین بار گشته و برگشته کاغذ در دستش بودگی را
میخواند. دوای توست انور. لبی نوشش، لبی نوشش، لبی نوش. مگر وی دیوانه شده است؟ این مردک، این دیرکتری مکتب که من برای تفتیش کارش آمدم، چی خیال دارد؟ مرا چی گمان کرده است؟ هیچ کس هیچگاه مرا حرمت نکرده است. مردان فقط حسن و لطافت من، قد و بستی زیبای من، جوانی من، نگاهی دلکش من لازم است و بس. این اولین بار بود که زینب به حسن و جمال خود، به زیبایی خود چون باعث بدبختی خود می نگریست. در آهسته گشاده شد و به خانه محبت جان دویده در آمد. امروز دادام سحر خسته رفتند. آچم هم به مکتب رفتند. زینب خاله، با شما چی شد؟ چشمانتان گریه کرده ایستادند. رنگتان هم سفید کندگی. خاله جان، احتمال شما هم آچم بر این شب خواب نکرده برآمدید، یا که شما کسلید. با جاگه در آمده خواب کنید. من با شما نگاه و بین میکنم. محبت جان به بالای او غمخوارانه کرپچه پرتافت. تمام بدن زینب می لرزیدند. کسی از بند دست او گرفته بود که بیدار شد و از خواب چشم گشاد. نبضتان بد نه. دردتان چیست؟ از چی شکایت دارید؟ من دکتر، این دختر چه مرا جیغ زده گفت که شما بیهوش شده اید. بگو